سلام، روزتون بخیر. امیدوارم سعی و سلامت باشید. من واقعا خستم ولی خیلی وقت بود که قول این ویدیو رو به بچه‌ها داده بودم. گفتم که بیام در موردش باهاتون صحبت بکنم. امیدوارم که این تجربه‌ای که میخوام بهتون بگم به درتون بخوره. میخوام در مورد این صحبت کنیم که آیا مایی که میخوایم برای فوق لیسانس بخونیم، میخوایم برای پی اچ دی بخونیم، آیا ما واقعا نیاز به مشاور داریم؟ یعنی نیاز به این داریم که با 22 سال سن بشینیم یکی به ما بگه که شنبه اینو بخون، دوشنبه اینو بخون، یا مثلا بیاد برای ما سوال تألیفی طرح بکنه غلط غلوط به درد نخور بدون استاندارد، کلی سوالای تألیفی سوالای خود وزارتخونه غلط غلوط از آب در میاد، بعد بیایم 2 تومن بهش بدیم که از ما آزمون بگیره. یعنی مثلا من مرتضی میخوام میذارم اینجوری کنم بهتر باشه، یعنی من خودم واقعا یعنی نمیتونم کج شد. یعنی چطوریه مثلا من واقعا نمیتونم بیام با یکی از دوستان بیام از همدیگه آزمون بگیریم، مثلا آزمون یه سالی رو کرونومتر بذاریم آزمون بدیم و حالا اصلا خودم بیام آزمون یه مثلا موقعی که دارم تست میزنم تستای مثلا 5 سال نزدیک کنکور رو نزنم، بیام هر از گاهی یه تست اونجوری مثلا تست کلی سراسری طوری نزدیک کنکور از خودم بگیرم، یا مثلا تستای مبحث رو بیام تقسیم بکنم، مثلا 20 تا 10 تا از خودم آزمون بگیرم. واقعا نمیدونم حالا نیازی یا نه. حالا من یک کلیتی میگم خدمتتون، امیدوارم که این ویدیو بتونه به حساب بهتون کمکی بکنه. خب به نظرم ما نیاز به مشاور داریم که مثلا بیاد ما بگه که آقا شما در طول مثلا 3 ماه آینده این کار رو باید انجام بدی، اینجوری باید درس بخونی. نباید مثلا من خودم یادمه که موقعی که نمیدونستم باید چجوری نوت بردارم میومدم از همون دور اول نوت برمی‌داشتم، یعنی نوت آب و الکترولیت من از کتاب بیشتر شد. چرا؟ چون میومدم مینوشتم که آقا تعریف هایپوکالمی چیه چی یعنی اون مبحث رو کامل مینوشتم، در صورتی که نوت مثلا 100 صفحه کتاب باید بشه 2 برگ 3 برگ 1 برگ، اونم شایع‌ترین بیشترین مهمترین ناکارآمدترین نمیدونم شایع‌ترین اینجوری باید باشه و اون چیزایی که یادمون میره. من دور اول باید بتونم زیر مسائل مهم خط بکشم، جایی که مهم نیست رو علامت بذارم که اینجا واقعا مبحث مهم نیست، قبلش باید تستا رو بزنم بدونم با چی روبروام، بدونم چه مباحثی خیلی مهمه. مثلا توی 10 سال گذشته توی مبحث مثلا X مثلا همیشه از اون قسمت ها سوال اومده، این خیلی مهمه. حتما توصیه میکنم بشینید گوش بدید ویدیوها وایس های مجانی اینون. من خودم تو کانال تلگرام یه عالمه وایس مجانی دارم که آقا مثلا اینجوری بخونیم، اینجوری زبان بخونیم، اینجوری اونو بخونیم. آقا واقعا اگر کسی به نظر من یعنی اگه کسی واقعا پول داره، یعنی براش اهمیتی نداره مالی، میتونه مثلا بیاد سالی مثلا 3 تومن 4 تومن 5 تومن 7 تومن 8 تومن بیاد بده به یکی که آقا براش برنامه‌ریزی بکنه، اوکی بیا برو این کارو کن. ولی به نظر من واقعا مشاوره تک جلسه‌ای خیلی بیشتر جواب. بچه‌ها ما واقعا نیاز نداریم یکی 24 ساعته باهاش در ارتباط باشیم که آقا من اینو نخوندم، من اینو فلان کردم، الان چیکار بکنم. آقا شما لیسانس گرفتید، متاسفانه این جو مسموم دوران کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکترا منتقل شده. حتما خیلی هستن که دوست دارن شما بیاید پکیجای اونا رو به حساب بخرید، نمیدونم کتاب فلان طراحی کرده برید بخرید، اوکی. یعنی واقعا اگه کسی پول داره بره بخره، من اصلا نمیگم هیچ فایده نداره، قطعا فایده داره، ولی واقعا نگاه کنید چند درصد از کسایی که دارن مشاوره طولانی مدت میگیرن، پکیجای این اونو میخرن، اومدن مثلا تک رقمی شدن، چقدرشون اومدن 2 رقمی شدن فلان قبول شدن. این همه آدم، ما الان از بچهای خودمونی که رتبه 6 شده آقای صوفی، ایشون آقا پکیج منو خریده، مشاوره منو خریداری کرده، چیکار کرده؟ یکی دیگر رو گرفته. اینجوری نبوده واقعا.
پس ارزم اینه که واقعا بچه‌ها 90% خودتونین، ولی قطعاً برای اینکه بتونید مسیر رو مشخص بکنید حتما نیاز به این داره که یکی به شما بگه که آقا این روش خوندن اشتباهه، این مدلی درس خوندن غلطه، این مدلی کار کردن اشتباهه. مثلا در مورد خلاصه‌بری، حالا من حتما در مورد منابع آزمون، در مورد چگونگی خوندن، در مورد زبان رو چجوری بخونیم حتما یه ویدئویی رو ضبط میکنم میذارم تو کانال یوتیوبم و اونم حتما ببینید. اونجا میگم که آقا چجوری باید درس بخونیم، باید فرضاً زبان رو کیا بخونیم، با چی شروع بکنیم، اینا همه رو توضیح میدم. داخلی جراحی چی بخونیم، حالا کلا مباحث رو تو این ویدیو. بیشتر حرفم اینه که آیا ما واقعا نیاز داریم؟ به نظر من نه، واقعا نه. و این فضای مسمومیه که ایجاد شده که اگه مشاوره نگیری باختی. آقا طرف گر استوری آی شاگردای من فلانن، پیام اینو اونو میذاره، استاد من ممنونم ازت، تو نبودی مثلا من فلان، تو الان هستی من فلان ترم مثلا. اوکی، به نظرم این پیجا بیشتر باعث میشه که شما آسیب ببینید. یعنی بیشتر داره به شما استرس رو منتقل میکنه، بیشتر داره به شما میگه شما عقبی، شما مشاوره از من نگرفتی، شما خیلی الان کارت مشکل داره. عزیزان من نمیگم حتما بده، من میگم اگه پول داری و وقت تایم پرت داری، بیا برو 24 ساعته آویزون یکی بشو که آقا بهت بگه چیکار کنی چیکار نکنی. هست واقعا الان مثلا آقای زرین تاج خودش رتبه 1 بوده، همین تازه هم امتحان داده دیگه، یه کانال توی تلگرام زده و تجربهشو گذاشته، داره فکر کنم مشاورم میده نیم ساعت 250 تومن. اگه کسی پول داره بره پول بده، کسی پول نداره به وایسای منو گوش بده، وایسای خود اونم گوش بده. بس قرار نیست بچه‌ها، واضحه، این کنکور کارشناسی نیست. شما برای درسای منابع مشخصه بعد اونها رو بخونید. این جانب خوندم رتبه 7 شدم، قطعاً از مشاوره نفرات برتر استفاده کردم. حتما من واقعا ممنون خانم دکتر محمدی ام، خانم دکتر سپید محمدی، ایشون هیئت علمی آموله. ممنون آقای مهدی اجری ام، خیلی به من کمک کردن. ممنون دوستانی هستم که توی مسیر به من کمک کردن واقعا، که آقا اینو بخون، اینو نخون، اینجوری بخون. خانم دکتر محمدی رتبه 1 بودن سال 80 و سال بخشید ما 89 بودیم، آره ایشون 88 بود دیگه، رتبه 1 بودن و خیلی به من کمک کردن. و حتما همه چیزی که میگفتن به درد من نمیخورد. مثلا ایشون میگفتن که من شبا بیدار من درس میخونم و صبح تا مثلا ساعت 10 اینا میخوابم. من اونجوری روم جواب نبود، من باید همیشه من شبا میتونم ساعت 12 خوابیدم. پس لطفا این جو مسموم رو ازش فاصله بگیرید. قطعا خودتون میتونید قبول بشید. به نظر من با برنامه‌ریزی درست یه عالمه مطلب مجانی رایگان توی نت هست. من یه گروه تلگرام دارم، اونجا سوال بچه‌ها رو فعلا دارم رایگان و مجانی جواب میدم. و میتونید تو این گروه پرسش و پاسخ هم اونجا بپرسید. لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن همین ویدیو. اگه سوالتون سوالی باشه که واقعا جواب نداده باشم قبلا، حتما جوابشو میدم و جواب داده باشم میگم آقا برید تو کانال بخونید. پس خیلی خودتون واقعا عذاب ندید. واقعا کنکور کارشناسی ارشد نیازی به این نداره شما بیای 8 تومن 5 تومن خرج رو دست والدین بذارید، اونم تو این وضعیت اقتصادی خراب. حتما خودتون بخونید قبول میشید. حتما خودتون تلاش بکنید. مداوم بچه‌ها، مداومت واقعا تو قالب کارها جواب میده، ولی درست باشه. نریم منبع اشتباه بخونیم، خوندنمون نکنه غلط باشه. یعنی ما بد بخونیم بچه‌ها قبول نمیشیم، کتاب‌های منبع غلط انتخاب بکنیم قبول نمیشیم، کم بخونیم قبول نمیشیم. شما باید منبع بخونید. شما باید کتاب برای روانپرستاری، باید شیلا بخونید، باید لودرمیک بخونید. حالا یکی ممکنه بیاد بره مثلا نمیدونم برای مادرمزاد بره زیغمی بخونه، این احتمالاً قبول میشه، احتمالاً درصدی هم میزنه. الان میگن آی ما مثلا کوشان خوندیم اینقدر زدیم. اوکی، بالاخره این نیست که مباحثشون خیلی با هم اون زمین این آسمونه، بالاخره خیلی به هم نزدیکن. ولی توصیه من همیشه اینه که ما باید منبعی که خود وزارتخونه معرفی کرده بخونیم. وقت دارید بخونید، وقت ندارید برید خلاصش رو بخونید. اوکی آقا، برای زبان چیکار بکنیم؟ اینا همه رو من توی ویدیو توضیح میدم. باشه، فعلا هر سوالی دیگه داشتید زیر این ویدیو بپرسید، من حتما خدمتتون جواب میدم. ان شاءالله که راهنمایی بتونه
راهگشا باشه. مرسی از اینکه کانال یوتیوب منو میبینید. من مرتضام، اینجام کانال خودتونه. مرسی، متشکرم. خدا نگهدار.